برای قسمت بعدی ما تو قسمت پنلینگ تولز سورت پوینت رو داریم، سورت پوینتس رو داریم. فرض کنید شما یه مجموعه نقطه رو خودتون به وجود آوردین. حالا من یه چند تا نقطه رو به وجود میارم و اینا با روش حالا گرید کردن یا روش اری پوینت پنلینگ تولز به وجود نیومده. رسیدید به مرحله گرید و میخواین حالا پنلتون رو تو این قسمت قرار بدین، میبینید نمیتونید ازش استفاده بکنید. اگر یه گروه ساده انجام بدین، گروپ بکنید، خیلی از مواقع ممکنه ترتیب و تقدم این نقطه ها رو متوجه نشه. اینجا پنل تول براتون دستوری گذاشته به اسم سورت پوینت. مجموع نقطه ها رو انتخاب میکنید، یک صفحه یا به قول معروف بیسیک اول، نقطه اول رو انتخاب میکنید. اون میاد براتون توی شبکه اینا رو به ترتیب سورت میکنه و از اینجا به بعد یک گروه براتون به وجود میاره که بعدا میتونید شما بر اساس این گروه همون کاری که گفتم حالا با پنلینگ تولز انجام بدین و اون آبجکتاتون رو، پنلاتون رو به وجود بیارید. من خط اول نقطه دوم آبجکتم، نگاه کنید آبجکت من قشنگ داخل اون نقاط، بین اون نقاط برای من قرار داد. پس اگه احیانا خواستین که از یه سری مجموع نقطه‌ای که خودتون به وجود آوردین پنل بکنیدشون و تبدیلش بکنید به پنلش، تبدیل به پنلش بکنید بیاین حتما نقطهاتون رو سورت کنید یا به ترتیب بکنید که خودش بفهمه. بعضی از مواقع اگر همینجوری مجموع نقطه ها رو بهش بدید ممکنه سیستم متوجه این قضیه نشه. یک گزینه دیگه هم داره sort point on surface که شما مثلا تصور بکنید من روی این صفحه یک سری نقطه دارم، مثلا همین نقاطی که دور تا دورش هست، این نقطه رو پروجکتش بکنم روی آبجکتم. فرض بکنید من این مجموع نقطه ها رو دارم، حالا میخوام این نقاطم رو سورت بکنم که از اینجا به بعد بر من به عنوان پنلم ازش، به عنوان نقاط کنترلر پنل استفاده بکنه ازش. سورت پوینت تا سرفیس رو میزنم، نقطه هامو میگیرم. تو قسمت بعدی از من سرفیس هم رو میخواد، سرفیس هم رو بهش میدم و خودش یووی سرفیس هم رو تشخیص میده. الان اگر نگاه کنید من یه مجموعه نقطه دارم که روی صفم بوده و حالا میتونم بین اینا بیام و اون پنلم رو قرار بدم. تو قسمت پنلینگ میام دوباره، قسمت پنل کاستوم، نقطه اول، نقطه دوم و بعد صفم میگیرم. دیدید صفم راحت روی اون قسمت انداخت. حالا اینکه چرا این شکلی انداخته دقیقا منحنی نیست، خب به خاطر اینکه تعداد نقطه من خیلی اینجا کم بوده. اگه تعداد نقطه هم بیشتر باشه خیلی راحت تر نزدیک میکنه به اون صفحه. این هم قسمت مربوط میشد به سورت کردن که مهمه، حالا بد نیست بدونید که چه کاربردی داره.